درود بر شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. مرسی که امشب هم با من هستید. امشب یک مهمان عزیزی داریم، همراه میشیم با یک مهمان خوب، عزیز، شاعر، هنرمند، آرش جهانفر عزیز. یک سری بحث ها، صحبت ها هست که این روزها داغ هست و امروز همراه با آرش جهانفر عزیز در خدمت شما خواهیم بود. در همین ابتدای به امر اجازه میخوام که به شما بگم جمهوری اسلامی به نقطه ای از ضعف رسیده که علی خامنه‌ای تو خواب هم بیانیه میده. تو خواب، یعنی در خواب هم برای خودش بیانیه صادر میکنه و آنچنان مستعصل شده جمهوری اسلامی که همه رو دشمن خودش میبینه. من میرم بدون ادامه بدیم با هم دیگه. خانم آقایان، همراه میشیم با آرش عزیز در مورد یک سری مسائل به وجود آمده که به به. درود بر تو آرش. و درود بر تو. ای بابا، پرچم رفت، چیکار کنیم؟ پرچم کجا رفت؟ پرچم اینجاست ولی دیگه تو کادر نیست. بذار پس این وریش کنم، بذاری حداقل تو پهلوی رو ما با هم به داشته به باشیم. به 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 به. آقا تو خیلی خوش تیپی، من اینطوری نمیتونم باهات حرف بزنم. خواهش میکنم. بابا این حرفا چیه؟ به شما جان خوش خودم سیرتی، خوش صورتی، خوش گفتاری، اصلا خوش الان کرداری. من حسودیم شد. ما که یه عمره به شما حسودی میکنیم. به جان خودم این کراوات و این کت شلوار و هرچه من اسپورتم دیگه، من اسپورتم. تموم شد دیگه. من میخوام حرف آقا یه نفری هست اینجوری مثل من کلاسیک میپوشه، یکی مثل شما میپوشه، ولی ظاهر ویترین کاره، مهم سیرت، کردار و گفتاره که خب به هر حال شما در قلوب ملت ایران جا داری. حال شما آها. آرش جان، خیلی ممنونم که پذیرفتی وقت خودت رو به ما دادی امشب و در خدمت شما باشیم. دم شما گرم. زنده باشی، برقرار باشی. اگر درودی هست با بینندگان عزیز. بله، منتها بذار من چون فکر میکردم که همون حالت به وجود بیاد، چون خیلی تاریک شد پشت سر، ولی اشکال نداره همینجوری میگه. خب با اجازه شما، درود به بفرمایید. همه هموطنان عزیز گسترده در پهن دشت گیتی با هر گونه باور سیاسی و مذهبی از هر زبان و قومی بجز خائنین به ملت و سرزمین ایران. خانم آقایان، درود بر شما. فرشاد عزیز هم درود بر شما. درود بیکران و بی پایان بر تو، مرد نیک نام جهان، آرش جهانفر عزیز. آرش جان، جونم. این روزها به هر صورت ما روزهای حساسی رو سپری میکنیم. بلتب خودت هم میدونی، خودت هم لایو میذاری، خودت هم بارها و بارها اشاره کردی به موضوعات مختلف و اما یک موضوعی که بسیار بسیار حساس هست، موضوع یک سری افرادی هست که دل ملت رو خالی میکنن، بذر ناامیدی میپاشن و خدمت شما عرض بکنم که میگم بابا اصلا اصلا این حرفا چیه؟ چی میگن این 4-5 تا آدمی که اون برای آب وایسادن میان وقت شما رو میگیرن و لایو میذارن و از این حرفا میزنن و فرشاد آشوب چی چرت پرت میگه، پیمان کیه، مثلا آرش کیه، اینا ول کن آقا، زندگیتون رو بکنی آقا. مگه میشه؟ مگه مثلا این میخوام نظر تو در مورد اینجور آدما بدونم آرش عزیز. بذار من یه ذره عمیق‌تر بگم. تو برنامه خودم خیلی بهش اشاره کردم، یه بارم اجازه بدی اینجا اشاره میکنم. ما بفهم. دو دسته گروه داریم. یکی براندازان، از نظر من اینه، حالا شاید افراد دیگه بتونن نقدش کنن. یکی براندازان هست. این براندازان
فقط این نیست که بگن جمهوری اسلامی باید از بین بره. جمهوری اسلامی رو الان ما بخوایم سادهش بکنیم میشه بیت رهبری علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران. ولی براندازان میگن نه اینی که فقط خامنه‌ای و سپاه پاسداران بره جمهوری اسلامی بره، بلکه باید گفتمان انقلاب اسلامی که محصولش شده جمهوری اسلامی باید ریشه کن شه. این انقلاب اسلامی رو آخوندها یعنی خمینی و به حال خامنه‌ای که در تحتوالش باشن به وجود نیاوردن. از ملی مذهبی ها تحتوال یکی از بزرگترین خائنین به ملت ایران و سرزمین ایران یعنی محمد مصدق که خودش خیلی دوست داشت رو زنگ خونش نوشته و دکتر محمد مصدق شامل میشه تا چپ ها مارکسیست های اسلامی مجاهدین خلق، اسلامگرایان، بازاریان و تمام خائنینی که من همیشه همین الانم در درودی که به ملت ایران فرستادم گفتم به همه من درود میگم، هر گونه باور سیاسی و مذهبی که داشته باشن، از هر زبان و قومی باشن، به جز خائنین به ملت و سرزمین ایران. اینها کسانی هستند که انقلاب اسلامی وجود دارن. جمهوری اسلامی از آسمان فرشاد نیفتاده زمین که. جمهوری اسلامی آمریکا برنداره تق بذاره اونجا که. هر چقدر بگیم قدرت‌های جهانی مثل آمریکا، قذافی در لیبی، لبنانی ها، دیگری ها کمک کردن، پول دادن، اسلحه دادن، سلاح دادن، حمایت سیاسی کردن و از این دست مسائل، ولی بدون شک ایرانیانی تصمیم گرفتن که بیشتر از ملت ایران میفهمن به آینده سیاسی اجتماعی ملت ایران و اونا باید رقم بزنن. اونها مردم رو توده خطاب کردن. زبان ساده امروزی یعنی مردم رو یک گله دیدن، یک گله گوسفند دیدن که باید هدایت شه و یه چوپون براش انتخاب کردن به اسم روح‌الله الموسوی خمینی. این روح‌الله موسوی خمینی اولش خیلی ساده بود، بهش میگفتن سلاح از کجا میاریم؟ گفت نمیدانم. از کجا تعیین میکنه؟ اطلاعی ندارم. گفتن داری برمیگردی ایران چه استفاده؟ هیچ. اقتصاد چی؟ اقتصاد مال خره. بعد اومد صحبت‌هایی کرد در قبرستون در بیت زهرا، بعدم رفت قم گفت آب و برق باید مجانی باشه، اتوبوس مجانی باشه، شعار داد گفت که دلخوش به این مقدار نباشید که آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، گاز را مجانی میکنیم، نمیدونم معنویات شما رو فلان میکنیم. این شد انقلاب اسلامی که ماحصل تفکر و تلاش یک سری افرادی بود که خمینی و جمهوری اسلامی وجود آورد. براندازان، پادشاهی خان، ملیگرایان، کسانی که دنبال گفتمان پهلویسم هستن میگن این انقلاب و تفکرش و متفکرانش ما از حضورشون مرخص میشیم و عبور میکنیم. مخالفین جمهوری اسلامی کسانی هستند که با انقلاب اسلامی مشکلی ندارن، یعنی میگن انقلاب اسلامی درست بوده، انقلاب ما رو دزدیدن اصطلاحا. یعنی ما مخالف سپاهیم، مخالف علی خامنه ای هستیم، مرگ بر جمهوری اسلامی. واقعا هم هست، نه اینی که شعار بدن، واقعا بین بره و خب بابت این شعار دادن هم دستمزد دریافت میکنن. نمونه بارزش همین فاندهایی که 65 میلیون دلار فرشاد در سال گذشته فقط آمریکا، حالا اتحادیه اروپا جای مختلف هم پرداخت میکنن، شده دکون براشون. یعنی اینا یک شغل شریفی به اسم اپوزیسیون پیدا کردن، در این شغل حالا قلم میزنن، حرف میزنن، قدم میزنن، فعالیت میکنن، ولی هیچ وقت این فعالیت رو تا حدی پیش نمیبرن که جمهوری اسلامی که علت این هست که اینها فاند دریافت کنن، حقوق دریافت کنن، شغل داشته باشن از بین بره. اگر این جمهوری اسلامی فرشاد قرار هست از اجتماعی ایران جایگاهی نداشته باشن که ازش ارتزاق کنن، امروز از فلاکت مردم ایران ارتزاق میکنن، فردا باید جایگاهی داشته باشن. یعنی ساده یه نفری مثل کی بگم، مثلا مسیح علی نژاد یا نرگس محمدی خودش رو در قامت رهبر و رئیس جمهوری کشور میبینه. مریم رجوی که دیگه زودتر از همه اینها سالهاست رئیس جمهور به قول معروف جمهوری خودشون هست در ایران و به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت ایران معرفی میشه. این علت درگیری و مخالفت ها رشته اصلیش اینه که
میگن یه عده‌ای مخالف جمهوری اسلامی، یعنی فقط جمهوری اسلامی، و در این حال مخالف پهلوی، ملی گرایی و گفتمان پهلویسم هم هستن، چون باورمند به انقلاب اسلامی هستن. یه عده‌ای مثل من، ما کلا مخالف جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و کسانی هستیم که این فلاکت رو به وجود آوردن و این بدبختی رو برای مملکت به وجود آوردن. این میشه این ریشه اختلافی. حالا در بین مثلا گرایش سیاسی که ما داریم هم یه سری مخالفان هست که حالا اگه لازم شد جلوتر باز خواهیم کرد. بله بسیار عالی. من بازم سوالم رو تکرار میکنم. مردم، آحاد مردم، مردم عادی، آقا اصلا یک کارگری که سرش تو سیاست نیست واقعا و لزومی هم نداره که حتما سیاسی باشه، اینها خب بالاخره امروزه به واسطه این تکنولوژی سرشون بالاخره یا تو اینستاگرام خبرهایی میشنون یا بالاخره از گوشه و کنار یه سری خبرهایی رو میشنون دیگه، و در این خبرها مثلا میشنون که آقا فلانی مثلا با شاهزاده رضا پهلوی مخالف، فلان کسک مثلا آمده گفته که آقا فلان کسک مزدوره، اون یکی اومده اونو زده، این یکی اومده این زده. و این فضای به وجود آمده در اون کسانی که توی ایران هستن، خیلی من گاهن میبینم تاثیر عجیب غریبی میذاره، به طوری که مثلا طرف به مخیله خودش هم شک میکنه و میگه بابا اینا که خودشون همدیگر رو قبول ندارن اصلا. مثلا به طور مثال من در یک اسپیسی بودم چند روز پیش در توییتر که تایتل زده بود جاوید شاه، همزمان یک اسپیس دیگر هم تایتل زده بود جاوید شاه، اینا دوتا داشتن همدیگر رو میزدن که خیلی برای من هم عجیب بود، هم جالب بود، هم خندیدم، هم عصبانی شدم. پیام تو به مردم نسبت به این مقوله چیه آرش؟ خب باید بازسرش بکنم اینا. من اون اصول اصلی رو گفتم، یعنی مخالفین، براندازان و مخالفین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. ما مخالف انقلاب اسلامی، یه عده مخالف جمهوری اسلامی. حالا تو اومدی این صحبتی چون گفتی جاوید شاه، یعنی اومدی توی براندازها داری میگی همدیگه رو میزنن، پس ما مخالفین رو کنار میذاریم. الان میریم توی براندازها. توی براندازها برفرض شما به گفتمان پادشاهی خواهی معتقد هستی، پشت سرت پرچمی گذاشتی که تاج شاهنشاهی روشه. من تو تصویر معلوم نیست ولی خب همه دیدن. یه پرچمی رو دارم که شیر خورشید بدون تاجه. درست شد؟ این یکی از پایه های اختلافیه که برفرض به وجود اومده. حالا منم تا چندین ماه پیش همون پرچمی که پشت سر تو رو اینجا میذاشتم بغل دستم. بعد از اینکه پهلوی سوم، شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم یا همون رضا پهلوی، اومد یک پستی در اینستاگرام گذاشت و اعلام کرد که پرچم ملی ما اینه، همین پرچمی که من این بغل گذاشتم، و عکس آریامهر رو گذاشت با پیراهن نیروهوایی، با لباس نیروهوایی که داره احترام میذاره، همون که الان آوردی جلو، درود به شرفت. خب من تصمیم گرفتم اون پرچم رو کنار بذارم، چون ایشون توضیح داده بود که به خاطر اینکه بخوایم اختلافاتی که بیرون در فضاها به وجود میاد از بین بره، و بعد سادهش، خیلی سادهش رو بخوام بگم اینه که مثلا در یک دمو، در یک تظاهرات، در یک اجتماعی همه جمع شدن، یه خارجی میپرسه چه خبره، میگن ایرانیان. میگه ایرانیان دنبال چیان؟ کیان؟ میگن دنبال پادشاهی خواهی ان، پهلوی دنبالشونه. این چه پرچم قشنگی دارن. یهو نگاه میکنه میگه چرا این پرچما با هم فرق داره؟ میگه که اونا که اون بغل هستن پادشاهی خواهن، این یکیا پادشاهی خواه نیستن ولی همشون هم مثلا با پهلوی هن. بعد مجاهد هم وسطش میاد فلان میشه. برای همین پهلوی سوم نتیجه گرفت که آقا همون پرچم ملی ما، اون چیزی که پشت سر شما هست که نبوده، اون پرچم دربار و نشان دربار و سلطنتی و گرایش سیاسی خیلی هم درسته که بخوای نشونش بدی، ولی پرچم ملی کشور ما همینه. یعنی یه چیز ساده، یه پرچم یه اختلاف به وجود میاره. بعد شما نگرش پادشاهی خواهیه، منم پادشاهی خواهی، یه جور من رفتار میکنم، تو یه جور رفتار میکنی، تو یه جور فکر میکنی، منم یه جور دیگه فکر میکنم. منتها درد ما این هست که ما بیشتر از این که جماعت شعور باشیم، جماعت شعاریم. یعنی تو داری میگی دو تا گروه، دو تا مطلب در اسپیس هست، هر دوتاشون شعار میدن جاوید شاه،
ولی همدیگر رو دارن میذارن، چون شعور سیاسی که نباید همدیگر رو بزنیم نداریم. چیزی که در بین مخالفان پهلوی و باورمندان به انقلاب 57 شکل گرفته، ولی در بین ما پادشاهی خواهان متاسفانه شکل نگرفته. نمونه واضحش این هست که یه نفری میادش یا آبی میریزه یا یه ادراری میریزه روی قبر ساعدی، بی بی سی میاد مثل این که اونو تجزیه میکنه، از دی ان ایش تشخیص میده که این ادرار پادشاهی خواه، چون ظاهرا ادرار پادشاهی خواه فرق داره با ادرار آدمای دیگه، تشخیص داده که این پادشاهی خواهه. و بعد میگه پادشاهی خواه رفته بول کرده، ادرار کرده، شاشیده رو قبر ساعدی و این یک اتحادی به وجود میاره. شما میبینی شوهر نرگس محمدی عاتقی رحمانی، پسرش، که اینا در دل گروه اصلاحات و بچه رفسنجانی، فائزه هاشمی رفسنجانی دارن، خانومشون که سرکار خانوم نرگس محمدی باشن در ایران، در دل در گروه مجاهدین خلق دارن. اینا اونجا هستن، خود مجاهدین خلق بر سر مزار ساعدی هستن، چپهای افراطی، چپهای میانه اونجا حضور دارن. شما بگو ملی مذهبی ها اونجا حضور دارن، فرقه فاندی علی نجات هم حضور فیزیکی دارن هم مجازی دارن، ولی همه سر یک موضوع با هم توافق دارن: رفتن جمهوری اسلامی به شرط اینکه به قدرت برسن، و برای اینکه به قدرت برسن جلوی گفتمان پهلوی و پهلویسم هم باید بایستن. این چیزی که در بین ما وجود نداره. من خودم برنامه داشتم، فکر کنم 1-2 هفته پیش بود، ما یک نشستی رو در ژنو، پهلوی سوم داره در راستای حقوق بشر. اون فضایی که اون جلو هست یه فضای 500 متر مربعیه تقریبا، حالا اگه اشتباه نگم چون نرفتم اونجا، و این به 4 بلوک آ ب س د تقسیم شده. بلوک آ رو اگر اشتباه نکنم حزب ایران نوین گرفته، ب و س و دش رو نمیدونم کیا گرفته. قسم میخورم برات، یعنی برای خودتم خواستم میفرستم، از کسایی که در گرو فکری بلوک آ هستن یا ب هستن یا س هستن یا د هستن به من پیام دادن که آرش جون میبینیمت اونجا، حتما هم تشریف نری تو اون گروه س ها، نری تو گروه آ، نری تو گروه د ها، بیا پیش ما، اونا اینجوری هم، اونا این شکلی هم. یعنی چی؟ یعنی سادش اینه که بدون اینکه جمهوری اسلامی و رفیقاش، یعنی همونایی که گفتم بر سر مزار ساعدی بودن، 1 سنت هزینه کنن، 1 سنت هزینه بکنن، فرشاد اومدن در قوی ترین گفتمان سیاسی به لحاظ ریشه تاریخی و مسائل اجتماعی و همینطور گستردگی پایگاه اجتماعی به راحتی بدون هیچ هزینه شکاف وجود میارن. اینجوریه که آلو بلند میشه میادش تو لندن میگه انگولک هم کردن و تلویزیون هم دنبالش راه میافتن. چرا؟ چون خود پادشاهی خواه اون یکی رو انگولک میکنه. حالا چرا اینا با هم دیگر انگولک میکنن؟ من با تو شرط میبندم هیچ چیزی به جز حسادت نیست. و واقعا من درک نمیکنم اینو که طرف، من افراد مختلفی دارم، طرف میادش برمیگرده یه عکسی با پهلوی داشته، یه جایی یه صحبتی کرد، اینو به عنوان یک چیز اعتباری اعلام میکنه. خب اگه یه نفر آدم اهل درایت و فکر باشه اصلا میخنده به این مطلب. دردناکترش چیه؟ این بحثای گفتمانی که وجود داره بین ملیگرایان و پادشاهی خواهان، تو خوبی من بدم، من به تو حسودی میکنم، تو نمیدونم اونجوری فلانی، همین مطالبی که گفتم، فقط در خارج از کشوره. در داخل کشور اصلا این مسائل برای اون مردم که مردمی که دارن در فشار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی زندگی میکنن، خنده‌دارم نیست، زجرآوره که ما داریم اینجا دست و پا میزنیم، ما داریم خودمون رو در و داغون میکنیم، شما داری فلان میکنی. و همونطوری که در داخل کشور کسی نرگس محمدی رو نمیشناسه و اهمیت نمیده، یا به علی نجات و دیگری و هم فکراش اهمیت نمیده، فقط 2 مسئله رو به عنوان گفتمان سیاسی میشناسن: یک، پهلوی و پادشاهی خواهان که نگاه مثبتی مردم ایران بهش دارن، و 2، مجاهدین خلق که نگاه منفی نسبت بهش دارن. دیگه الباقی براشون بازیه. بعد نگاه میکنم نگاه مثبت توش دارن هم دیگه رو به خاطر اینکه تو خوبی من بدم، تو دروغ گفتی، تو با فلان بودی، به هم میریزن. علت چیه؟ در گفتمان پادشاهی خواهی، من اینو هیچ جا نگفتم، اینجا تو برنامه تو میگم،
چون من به هر حال دوستانی که باشون کار میکنیم، مثلا اسمش مثل شاهمایه با سیاب مینویسیم، دوستانی که از شعرهاشون راستی تو اول برنامه گفتی من شاعرم، من شاعر نیستم، من اجرا میکنم و اسم شاعرها رو مینویسم، شعری هم که مال خودم باشه هم مینویسم مال خودم، ولی من شاعر نیستم. حالا ببین یه مثال خیلی ساده برای شما من بزنم که نمیدونم درستم باشه بزنم یا نزنم، چون صحبتایی که خودمون کردیم به این نتیجه رسیدیم. ما یه شخصیت داریم در آمریکا به اسم ترامپ. این آقای ترامپ موقعی که به قدرت رسید اومد یک سری افرادی که ترامپیست بهش میگن یا هواداران دو آتیشه ترامپ هستن که رفتن تو کنگره فلان کردن اینجوری کردن، همه رو عفو کرد. رئیسشون هم اون سرکردهشون هم از زندان عفو کرد، آزاد کرد. ولی ترامپ با هیچ کدوم اینا نمیشینه، با ایلان ماسک میشینه. ایلان ماسک هم ترامپیسته. اون آدمایی هم که اسلحه گرفتن دستشون، ریختن تو کنگره، سینه‌شون رو سپر کردن در مقابل نیروهای امنیتی، با جونشون و آیندهشون و سلامتشون بازی کردن، هم طرفدار ترامپن. هر دوتاشون میگن ترامپ. ترامپ هم نگاه مثبت به اون افرادی داره که تو زندان افتادن و میدونه اینا با عشق و عقل، بدون اینکه تعقل بکنن، فقط از قلبشون ترامپ رو دوست داشتن، این اتفاق رو رقم زدن و میشن پیاده نظامش. و یک سری افراد دیگه با قلبشون ترامپ رو دوست ندارن، با مغزشون و تعقل به خاطر تامین منافع خودشون و یا منافع کشور آمریکا به دنبال ترامپ هستن که سرآمدش میشه مثلا ایلان ماسک. ترامپ نمیشینه با اونایی که رفتن تو کنگره، میشینه با ایلان ماسک. در گفتمان پادشاهی خواهی هم حالا روح شاد، روح لازم، ما بالاخره یه رفاقتی هم با هم داشتیم، یه کلمه یا به وجود آورد به اسم شاه اللهی، غلط هم هست، ولی خب به خاطر فشارهایی که بهش وارد میشد، پادشاهی خواهانی که از قلبشون، دلشون و با تعصب و بعضا افراد فراوانی هم هستن که کینه دارن به خاطر خیانتی که هم به کشورمون شد، هم به پادشاهمون شد و هم به سرزمینمون شد، یعنی دلی دنبال کندن انقلاب اسلامی هستن در تعریف گفتمان پهلوی و پادشاهی خواهی. اینا رو ما میتونیم اون ترامپیستایی مثال بزنیم که رفتن حتی تو کنگره. و در اون طرف قضیه پادشاهی خواهانی داریم که ما اسمشون گذاشتیم تکنوکرات ها، اونایی که نه مثلا حالا من چون کراوات زدم بگم تکنوکراتم، نه من اونوریم نه اینوریم، من وسط رو دارم میرم، چون هر دوتاش جان دلن، هم تکنوکرات ها هم کسایی که متعصب هستن نسبت به گفتمان پهلوی. ولی شما شاهد هستید تکنوکرات هایی که بعضا اطراف خود پهلوی هم میتونید ببینید، ایشون عاشقان پهلوی، کسانی که شاید مثل شما تکنوکرات تحصیلات و امکانات و مسائل نداشتن ولی جون دلشون رو وسط گذاشتن و دارن جاوید شاه میگن تو رو بیازاره و میای شما میری بلوک آ رو میگیری، اون جلو رو میگیری، چون تکنوکراتی به شاه نزدیکتری. گفتم شاه با ایلان ماسک میشینه، نه با ترامپ، با ایلان ماسک میشینه، نه با کسایی که رفتن تو کنگره، ولی اونا هم دوست داره، به اونا هم توجه میکنه. پهلوی ما هم همینه. دقیقا این اختلاف از همین مسئله وجود میاد، یعنی کسایی که اتو کشیده و تکنوکرات هستن و با تحصیلات هستن، تفکر دارن، آینده دارن و به نظرشون رفتار برفرض افرادی مثل من، تو یا دیگری یا کسای هر کسی، حالا من نمیخوام اسمو، منو میگم، خودمو میگم، براشون آزاردهنده است، در مقابلش قرار میگیرن. از اون طرفم اون پادشاهی خواهی که با دلش پادشاهی و پهلوی رو دوست داره آزرده میشه که طرف داره بهش فخر میفروشه که تو نمیفهمی من میفهمم، اذیت میشه. نگاه میکنی میبینی هزینه، این تکنوکرات هایی که نگاه میکنی میبینی مثلا بعضیاشون وسط های کار از جمهوری اسلامی جدا شدن و اومدن به براندازی پیوستن. برای اون کسی که حالا اسم نمیبرم، مثلا پدرش تیرباران شده، سخته، سنگین واقع میشه. این میشه یه قسمتش. بعد تو خود همون قسمت عاشقان پهلوی، یعنی تکنوکرات نیستن، اون مسائل اختلافاتی که من اینجا برنامه گذاشتم، پرچم من بزرگتره، چیزی که تو فرهنگ ایرانی ها هست دیگه. مثلا فرهنگ ایرانی ها شما میبینی محرم و سفر و نمیدونم هیئت و دسته که اورجینال مال ما ایرانی ها نبوده، به واسطه اسلام و مذهب تشیع و مسائل تاریخی چپانده شده به ما. ولی همین چپاندگی که وارد میشه به ما، میبینی فرشاد ما مثلا میگه آقا علامتی که من آوردم تو دستم 24 تا تیغه داره، مال اونا 18 تا داره. ما چراغ مثلا 400 تا چراغ داره، مال اون اینقدر داره. نمیدونم من به این علامتم، من نباید با علامتم سلام بهش بدم، او باید سلام بده.
یعنی این متاسفانه توی ریشه تاریخی ماه. وقتی یکم همش میزنی میبینی کشور ما چجوری شکل گرفته، بر پایه اقوام شکل گرفته. لور و ترک و فارس و بلوچ و دیگری همه فهمیدن که موفقیتشون اینه که با هم یک کشور رو تشکیل بدن، ولی اختلافات فرهنگی به خاطر قومیتی دارن. برای همینه که میبینیم مثلا لوره به کرده میگه من این وضعیت رو نسبت به تو دارم، یا ترکه به عربه همچین مزیتی رو میفروشه، ولی نمیخواد سر از تن هم دیگه جدا کنن، فقط بحث مزیت فروختنه. حالا وقتی در این شرایط حساس سیاسی که جمهوری اسلامی در ضعیفترین حالت 46 سال گذشته خودش از قرار میگیره، این اختلافات و این مسائلی که من گفتم عین واقعیت هم همین هست و خیلی ساده هم قابل حل هست رو مردم ایران براشون آزار دهنده میشه. علت چم اینه که هم سیاسیون خارج از کشور، چه اونایی که ادعا دارن و تکنوکراتن، چه اونایی که عاشقانه کار سیاسی میکنن مثل تو دیگری من، اونها عین مردم ایران متاسفانه دموکراسی رو نه لمس کردن نه یاد گرفتن. یعنی سادهش اینه که فکر میکنن دموکراسی یه قرص بندازید دهن فردا دموکراتی، در صورتی که دموکراسی یعنی تحمل نظرات مخالف، یعنی بحث به چالش کشیدن نظرات مخالف و طرفهای مخالفی که در مقابلت قرار دارن، ولی بدانی که این مخالفت ها در راستای یک هدف مشترک هست که داریم همدیگر رو هلک میکنیم که اون هدف سریعتر، بهتر، مستدلتر و موفقتر پیش بره. منتها چون اینو درک نکردیم بیفتیم به جون هم، میگیم اینجوری اونجوری. این علتش از نظر من حالا به صورت کلی. مرسی از توضیحاتت. من یک نکته ای رو میخواستم بگم ببینم چقدر با نظر من موافقی. من به یه نقطه ای رسیدم که دیگه واقعا برای این باورم که هر کس میخواست بفهمه فهمیده دیگه. هر کسی که الان دیگه نفهمیده دیگه گفتمان یا توضیح دادن براش جواب نمیده و برای همین در چه زمینه‌ای فرشاد؟ در زمینه این که هیچ راه نجاتی جز رضا شاه دوم ما نداریم. خب یعنی هنوز بعضی ها بر این باورن که ایران بایستی جمهوری بشه. ما شاید اصلا مخالف جمهوری اسلامیه، اوکی that's it. اما میگه که چرا تو میگی که حتما بایستی پهلوی باشه؟ پهلوی شاید ما دوست نداریم مثلا پهلوی باشه، این که اجبار نیست، تو هم پس دیکتاتوری به من میگن. من چند وقت پیش مثالی بزنم اینطوری بهتره. چند وقت پیش بود که یک حرفی از داریوش در اومد، داریوش اقبالی، که گفت آقا ما نه شاه میخوایم نه شیخ میخوایم و فلان. ما این ویدیو رو دیدیم از اونجایی که من یه ذره آدم بددهنی هم هستم و اومدم بالاخره یه فوشی هم به داریوش دادم. یعنی به داریوش خیلی حرف زدم، آخر سرش هم گفتم تو گوه میخوری شاهو نمیخوای. تویی که دیدی اون ویدیو رو حتما. آره چون اینقدر رو بریدن، صفحات مختلف گذاشتن و فلان اینا. نه تو یوتیوب دیدم خودش. آره. بعد گفتم که آره گفتم آقا تو به داریوش تو چرا به ما فوش میدی؟ گفتم آقا من به شما فوش ندادم، من به داریوش فوش دادم. کسی که فرق شیخ و شاه رو نمیدونه و این دوتا رو یکی میدونه، شاهنشاه آریامر با اون عظمت خودش ایران رو به چه سمت و سوی داشت میبرد، شیخ اومد ایران رو به چه سمت و سوی برد. کسی فرق این دوتا رو نمیتونه تشخیص بده، خب من مشخصه که بهش میگم گوه میخوری. و بالاخره بر تقدیر من اتفاقا چند روز پیش داشتم توی اکسپلور خودم رو داشتم میدیدم که یک پیجی گذاشته اونجا و 18,000 تا کامنت، 18K کامنت اون زیر بود و 3 میلیون بازدید خورده بود. یعنی از تو پیج من بیشتر بازدید، اونی که من گفتم اون یارو گذاشته خیلی همین درد دارم. آره بعد من رفتم گفتم ببینم خب این 18,000 نفر پشت هر کامنتی بالاخره یه آدمی دیگه وایستاده دیگه. خلاصه گفتم ببینیم آقا به ما چی گفتن. گفتیم لا اله الا الله، باز کنیم ببینیم چه خبره.
آقا زدیم کامنت باز کردیم دیدیم بالاخره یه عده به ما فش دادن، یه عده زیادی موافق ما هن. عده‌ای هم خب بستن بالاخره به ما فش دادن، عده‌ای هم به ما گفتن ملیجک دربار، عده‌ای به ما گفتن آقا این کیه لومپن بی ثبات و هزار چیز بهم گفتن. و من داشتم میخوندم اونجا به این نتیجه رسیدم که هنوز خیلی کار داریم، انگاری که مثلا من هنوز باید بیام ببینم که توضیح بدم که در سال 1357 چه اتفاقی افتاد که فردا سال روز ننگینشه. من مثل که هنوز باید بیام به خیلی توضیح بدم که آقا انقلاب خمینی که این شورش خمینی که از 1341 استارت خورد و 1357 در واقع به منصه ظهور رسید، این اصلا چیه داستان؟ من مثل که الان باید تازه بیام توضیح بدم واقعا، و من واقعا دیگه اینجای من گنجایششو نداره. حالا شاید شما آقای آرش جانفر یا شما نوعی حالشو داشته باشی بشینی خیلی با ادبیات خیلی اوکی توضیح بدی، واقعا من نمیتونم. و چون من معتقدم که اونی که باید میفهمید خب دیگه تا الان 46 ساله فهمیده، اگر میخواست بفهمه، اونی هم که نفهمیده خب دیگه اصلا کار تکلیفش مشخصه. یک برنامه ای هم در همین زمینه شبکه وی او ای گذاشت بود، مشخصا در مورد من گذاشت، چون من اون برنامه رو ضبط کرد، مثلا برای من فرستادم، گفتم فرشاد این داره چیزهایی رو میگه که داره مستقیم به تو میزنه چون تو فحاشی میکنی مثلا فلان اینا. یک برنامه گذاشته بود که آیا مبارزه فحاشی در مبارزه خوب است یا بد است فلان اینا، که اومده بودن به چالش کشیده بودن و فلان اینا توی برنامه وی او ای. حقیقتش اینه که من فحاشی نمیکنم، به آخوندا داره به خامنه‌ای فوش خار و مادر و فلان اینا میدم. آره اوکی، anyway من هر روز دارم راه میرم فوش میدم. و خدمت شما عرض کنم که مضافه بر این که همه میدونن من اسرائیل رفت آمد میکنم، مثل شرکتی که کار میکنم اسرائیلیه، کار من سایبر سکیوریتیه و این یه چیزیه که من جدای از این کار من، جدا از اون مبارزه بخش سیاسی من. خب خیلی ها اینو میدونن، منو دیدن جاهای مختلف، کار نداریم. میخواستم ببینم تو چی میگی الان، نظر تو چیه آرش؟ آیا اونی که تو نمیدونه باید براش توضیح داد واقعا هنوز؟ یعنی تو واقعا به ببین عنوان آرش جهانفر هنوز بر این باوری که باید بری توضیح بشینی بدی؟ من از 2018 دارم برنامه زنده اجرا میکنم و برنامه هم یک ساعت خورده ایه و بعضا مسائلی که 2018 توضیح دادم امروز هم توضیح دادم. قسم نمیشم از این مطلب، ولی نه تو مقصری نه اون. ببین یه سری افراد هستن میگن، قدیم میگفتن آن کس که نداند هیچی نمیدونه، در جهل مرکب ابدالدهر بماند. اون ابلهه، اون همیشه میمونه. ولی مسئله ای که تو اشاره کردی همون چیزیه که من اول حرفم زدم، اول برنامه صحبتش کردم، اینی که طرف هر کسی گفت مرگ بر جمهوری اسلامی، مسئلهش این نیست که ایران و ایرانیت رو میخواد برسونه به جایگاهی که داشته. میگه مرگ بر جمهوری اسلامی ولی انقلاب اسلامی قبول داره. برای همینه که من همیشه تو برنامه خودم یا هر جا میرم سریع اولش این بحث براندازان و مخالفان رو مطرح میکنم، دلبستگان به گفتمان انقلاب اسلامی و کسایی که مخالف جمهوری اسلامی هست. برای خیلی ها فرشاد این مشخص نشده. تو مگه یادت رفته الان 1403 1400 ابراهیم رئیسی اومد سر کار، 4 سال برگرد عقب میشه چند 96 دیگه که دولت دوم روحانی بود. مگه کم رفتن رأی دادن؟ اینا مردمان همون کشورن. فرشاد جان تعارف نداریم، 1401 به بعد هست که مردم عبور کردن از خود جمهوری اسلامی، چه برسه به گفتمان انقلاب اسلامی. ببخشید سال 1388 پهلوی رو فریاد میزدن؟ 96 نه، 98 نه. حالا رضا شاه روحانشاد سر جای خودش، اون بازگشت به اون هویتیه که استارت و شروعش بود. شما
1401 هست که نگاه میکنی میبینی هم عبور میکنن کامل از جمهوری اسلامی، هم دارن کسی رو فریاد میزنن که مخالف گفتمان انقلاب اسلامیه. و این روند داره کی صورت میگیره؟ الان 46 سال از انقلابشون گذشته. 1400 چندی؟ من چون همیشه به شاهنشاهی میگن، الان 2583 این 1403 1403. یعنی بخوای حساب کنی 1401 این اتفاق افتاد. 2 ساله که گفتمان به سمت براندازی بر پایه پهلوی و پهلویست پیش رفته. یعنی 44 سال مردم یا داشتن دنبال گروه‌های دیگه بودن یا دنبال اصلاحات درونی، یعنی باورمند به انقلاب بودن، حالا یا دانسته یا نادانسته دنبال اصلاحات بودن. رأی من کجاست، تخم مرغ گرون شده و از این دست مسائل. پس ماها، تویی که زودتر از دیگری فهمیدی که آقا میگی من حوصله‌اش ندارم حرف بزنم توضیح بدم برم جلو، خب تو حتما یک شرایطی یا در زندگیت بوده که بهتر و زودتر فهمیدی که از کلیتش باید عبور کنی، یا درصد هوشت بالاتر بوده دیگه. این دوتا حالت که خارج نیست، حالا جدا از تلاش و خواندن و نوشتن و آشنا شدن. غیر از این نیست که من که به دنیا اومدم که اینجوری نبودم، که رشد پیدا کردم، الان 41 سالمه، نسبت به پارسال بیشتر میدانم. مردم هم 41 سالته؟ بله، مردم هم در طول رشد سیاسی اجتماعیشون تغییر پیدا می‌کنه. این وظیفه من و توئه که سعی ثبت داشته باشیم و بتونیم اون مواضعمون رو بهتر بیان کنیم و بتونیم بسط و گسترش بدیم. صحبت مثلا اشاره کردی که شما حوصله نداری به این فوش میدی به اون فوش میدی. اول از همه همین الان کش میشینم حرفم راست بزنم، من هیچ وقت کسی که داره فوش میده دشمنش نیستم، چون درک میکنم. اولا فوش یکی از بخش‌های دموکراسی که چون ما ادعا داریم، ما ایرانی‌ها میگیم ما تمدن گوهر، ما فلان، ما بهمان. عزیزم بیا بردار، میخوای برو انجام بده. ما تمدن گوهر باری هستیم، نمیدونم تاریخ داریم، تمدن داریم، نمیدونم اینجوریم اونجوریم فلانیم، ولی درکی نداریم، فقط شعارشو داریم، دنبال شعور نیستیم. وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، رئیس جمهور بزرگترین دموکراسی دنیا آقای ترامپ در ایالات متحده قاسم سلیمانی، حالا من انگلیسیشو نمیگم که یه وقت ریپورت نشه، حرامزاده خطاب کرد، گفت تو پسر یه همچین مادری هستی. خب اونا تو فرهنگشون جا افتاده، تو ما جا نیفتاده. فوش شما موقعی استفاده میکنیم که میبینی آخوندا میگن مجادله، یعنی سر یه بحثی با هم جدل میکنن، بعضا هم شاید دیده باشی با هم دو تا آیت الله حرف 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 حرف، آخرم که تمام میشه سبحکم الله سبحکم الله بلند میشن، چون اونا فهمیدن این مجادله است و در مجادله وقتی صدا رو بالا میبرن به هم میپردازن. در پارلمان های کشورهای دموکرات ما شاهد این بودیم در طول عمرمون که دست به یخه شدن با هم برای تصویب یا تصویب نشدن یه قدر، ولی همچین چیزی نیست بگی یارو رفت اینجوری کرد همه چی به هم ریخت. نه، در پایه دموکراسی داره جون میکنه یارو برای احزاب سیاسی و تفکرش، یه جایی حرفش داره میزنه طرف نمیفهمه یا به کرسی نمیشینه، آمپر میچسبه یقه یارو میگیره، فوش میده، باشم برخورد میشه، فرداشم برمیگرده سر کارش. یه جایی هست جهانفر حوصله داره، شعر میگه، شعر اجرا میکنه، نمیدونم تیکه میندازه، طنز میره بهمان بیسا، تا یه حدی جهانفر میتونه. وقتی که تو بر پایه آن باشی که آن کس که نداند که نداند که نداند که نداند، پس میخواد در جهل مرکب ابد الدهر بماند، پس فلان به فلان ننش. تمام شد، تعارف نداریم. کسی که نمیفهمه تو نمیتونی باهاش صحبت بکنی. تو هر چقدر بشینی، من برنامه‌ها افرادی که میتونن تحمل بکنن و سالیان سال با من هستن، افرادی هستن که جماعت شعار نیستن، اهل تفکر و شعورن، تعقل دارن. با اینکه من گفتم یا شما باید دلی کشورت دوست داشته باشی یا فکری، فرقی نمیکنه، ولی چون روند رو یه جوری میبرن جلو، اونی که بخواد نفهمه اصلا دووم نمیاره که بمونه. اینطور نیست که فکر نکنیم تو فقط داری فوش میدی. من نفر هستش میاد تو دایرکت میگه بگم خب شاید بتونم کمکش کنم، باهاش صحبت میکنم، میبینم یاروش از قبل تو نفهمی بسته پروگرام مغزشو. پس این بجز اینی که بخوای دو تا کلام بارش کنی، 4 تا کلوف بارش کنی، از خودت علاف کردی بیشتر از
ولی بهتر و قشنگترش اینه که عمومی مطرح نشه. چرا؟ چون وقتی عمومی مطرح میشه، منی که مخالف فرض پادشاهی هستم، فرشاد آشور رو میکنم پیرن عثمون، تکونش میدم این ور اون ور. یادت میاد در خانم آقایون، من افتخار این داشتم چند بار فرشاد از نزدیک دیدم. آخرین بارش اگه اشتباه نکنم آگوست امسال در شهر بن مزار فریدون فرخزاد عزیز بود. یه هفته 10 روز قبلش ایشون با آقای هالو یه دونه لایو گذاشت. من اون لایو هم نگاه کردم. فرشاد تلاش کرده بود که بخواد یه حالت مناظره و چالشی ببره. اون جاندار به خاطر تسلطی که رو ادبیات داره سعی کرد کار رو به نفع خودش عوض کنه. خودت همین الان بگو، من بهت نگفتم فرشاد این درست، ولی اصلا هم غالب شدن با این بابا غلطه. نقدت مگه نکردم؟ من غیر از این بود حضوری نقدت کردم، گفتم. شبش هم که اومدم لایو داشتم یه اشاره کوتاهی به این مطلب کردم، تمام شد رفت. نظرم رو به عنوان موافق یا مخالف در مقابل یه اکت سیاسی تو بیان کردم. حالا تو مجبور به این نیستی که نظر جهانفر رو بپذیری، تو میشنوی ولی سه سب داری اونجا، بر نمیگردی بابا فلان چی میگی، من خودم تشخیص داده. گوش میکنی، میفهمی. حالا یا عمل میکنی یا عمل نمیکنی، اون بر میگرده به خودت. وظیفه هم نداری همونی که من یا دیگری یا دیگری یا دیگری بهت میگم. اگه اینجوری باشه خب فرق ما با یه طول ولایی چی میشه که یه دونه یه آخوند شیعه اون بالا نشسته باید نباید برای اون میکنه. ما قدرت تشخیص و تعقل داریم از راهنمایی ها، مشاورات. چون من زندگی خودم رو هیچ وقت خودم نمیتونم ببینم فرشاد. من 2 تا چشم دارم که اطرافمو میبینم، ولی تو دیگری، خانومم، همسایم، اونوری همکارمه که رفتار و کردار و زندگی منو میبینه. پس اونه که میتونه خوب و بد بودن و زشت بودن رفتار و کردار منو به من منعکس بکنه، نه خودم. حالا خودم به اندازه فهم و درکم میفهمم دیگه. ما آدما اکثرا یک خودشیفتگی داریم و اینی که اصلا کلمه خدا یعنی به خود آی، یعنی خودتو پیدا کن. میگه تو ز چشم خیشتن پنهانی، اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آید پدید. خودتو پیدا کن توش. ما خودخواهیم، ما خودپسندیم، ما خودشیفه‌ایم. این ذات این انسانه. حالا اگر نتوانیم نظرات مخالف رو تحمل بکنیم، از کوره در میریم. اون کسی هم که نمیفهمه باید هم ادبیاتی که تو گفتی استفاده کنه. چون اصلا نباید، من که وقت نمیذارم برای اونا، ولی اگر بخوام وقت بذارم نمیشنم اینجوری الان دارم با تو صحبت میکنم سغرا کبرا 4 تا کلوف بارش میکنم، خداحافظ شما، تموم شد. اینم داستان همینه، این مطلب همینه. یعنی اول از همه باید ببینی طرف فهمیده که انقلاب اسلامی چیه، جمهوری اسلامی چیه که محصول اون انقلابه. فقط میخواد محصولش رو بین ببره، یا خود انقلاب مادرش هم میخواد بین ببره بندازه کنار. این یه مطلبه. یه مطلب دومش همونایی که گفتیم در جهل مرکبن، هیچی نمیفهمن. این هست که در ظرف 2 سال فرشاد انقدر عمر داره سریع میگذره، انقدر اتفاقات داره سریع میفته که انتظاراتم بالاه. امروز چند روز از ریاست جمهوری ترامپ گذشته؟ 12 روز. تو نگاه کن ببین چقدر انتظار از ترامپه. چرا جمهوری اسلامی اینجوری نکرد؟ چرا حماس اونجوری شد؟ پس چین چی میشه؟ جنگ اوکراین 12 روز از ریاست جمهوریش به قدرت رسیدنش گذشته. ولی مردم به یک سطحی رسیدن آسانه تحمل و صبر ندارن. طرف برمیگرده میگه پهلوی تا حالا چیکار کرده؟ تو خودت چیکار کردی؟ تو 2 ساله داری میگی پهلوی اگه خیلی هم با شرف باشی از 1401 کجا بودی؟ 1380 دهه 60 کجا بودی؟ 70 کجا بود؟ دنیا اومده بودی اصلا که حالا ادعا داری از وقتی که خودت شناختی چه گامی برداشتی برای کشورت؟ چه حرکتی کردی برای گفتمان پهلوی است که حالا میگه پهلوی چیکار کرده؟ برای همین میگم یکم سخته. شما این وسط میگم دیگه یه قسمتش مخالفین جمهوری اسلامیه، یه قسمتش براندازانه. بعد تو خود براندازان، حالا پادشاهی خانه ما داریم میگیم، تو خود اونا هم یه سری اختلافات هست. هم اختلافات سیاسی هست. تو مزدوری، تو کجی، تو ویدیو برای من فرستادن شما عقب یه ماشینی فکر کنم تو بلژیک بود فلان بود داشتی شعار برای من نوشته اینم رفته اون خدا به سرشاده راست میگم، گفت اینم رفته اون بالا که 4 تا فیلم و عکس ازش در بیاد مطرح بشه معروف بشه. منو میگی گفتم والو یارو چرا باید بره عقب وانت شعار بده و فوش بده که مثلا فوش که نه شعار بده و تهییج بکنه مردم و معروف شه. بابا مرد حسابی اون موقع که تو اینستاگرام نداشتی، این تو اینستاگرام گفت خانم آقایون سلام، اون موقع که تو ایران یه سمندی داشت. پس
سطح فکرها متفاوته و این اختلافات اینجوری به راحتی به وجود میاد و ما چون درکی از دموکراسی نداریم و فقط شعارشو میدیم دموکراسی فلان حقوق بشر فلان، به اما هیچ نمیفهم. بگو حقوق بشر چیه، برو به اینا بگو تو که دم از حقوق بشر میزنی حقوق بشر چیه، به من 10 تا ماده واحده‌شو بخون اگه تونست بگه. بگو دموکراسی چجوری میتونیم شکل بدیم، پایه‌های اصول دموکراسی چیه، حکومت پارلمانی چیه، پارلمانی ریاست جمهوری چه فرقی با پارلمانی پادشاهی داره. به خدا اگه تونست اصلا نمیتونه توضیح بده، اصلا نمیفهمه که پارلمانی جمهوری پارلمان پادشاهی یکیه، اون بالاش فرق میکنه. یه جاش میشه دانمارک و سوئد و هلند که پادشاه بالا سر نخست وزیره، یه جاش میشه آلمان که رئیس جمهور بالا سرشه. نمیفهم. من وقتی نمیفهمم یه یارو نمیفهمم، همینه علت. اینه فرشاد نظر من اینه. آره درسته. جمهوری اسلامی کی از بین میره؟ رفتی به فکر نه من یا بیرون. من آرش عزیز، من 74 ماه من زندان بودم. خب و خدمت شما که عرض بکنم اون زمانی که من چند سال زندان میشه بودم 74 ماه؟ نزدیک 6 سال. 6 سال. این یه بار فقط بود، یعنی خورده هاش هم جمع کنیم 81 2 ماه. 6 سال یه ضرب تو بودی یعنی؟ بله. و حالا اون مستند نامخون رقص که میخواد پخش بشه اونجا خیلی چیزها رو من با در واقع با فکت گذاشتم دیگه، ساختم تموم شده، حالا قراره پخشش کنم. و اون زمانی که ما داشتیم حبس میکشیدیم نه خشتکی بود، نه پشمکی بود، نه هشتکی بود، نه فضای مجازی بود، نه اصلا ببین نه موبایلی بود. موس نمیدونستن چیه. موس این موسو نمیدونستن چیه. من شغلم اینه، همین سایبر سکیوریتی به من میگن، اوکی، امنیت شبکه. و خدمت شما که عرض بکنم به من اینو برای این گفتم که تو گفتی رفتی تو فکر برای این رفتم تو فکر که اونی که میگه من رفتم پشت وانت، اینجا پا شدم رفتم فرانسه تو دمای 2 درجه، رفتم پشت وانت گلومو پاره کردم. به اون آدمی دارم فکر میکنم که میگه فرشاد رفته پشت وانت که خودی نشون. اون آدم نیست، اون کاربره. آدم اگه بود من هیچ وقت مطرح نمی‌کردم، بعداً پشت صحنه بهت میگفتم علی حسین زهرا فاطمه اینجوری گفته برفرض. اون کاربره فرشاد. بفهم. آره. و از این که بگذاریم ولش کن، جمهوری اسلامی کی میره؟ هر وقت که ملت به باور خودش برسه. ما در بهترین شرایطیم فرشاد، چون جمهوری اسلامی بعضیا میگن این آخرین شانس ما. نه، این آخرین شانس نیست، این بهترین شانس ما در 45 سال گذشته. چرا؟ یک، جمهوری اسلامی به لحاظ اون هیمنه نظامی و سیاسی که در منطقه و جهان نشون میداد، اون تابوش فرو ریخته، معلوم شده مشتش خالیه و حتی اون چیزایی هم که به ظاهر داشت مثل حزب الله و اسد و اینا رو از دست داده کاملا. یک. دوم، اگر ما یک آلترناتیو ملی به اسم پهلوی سوم، رضا شاه دوم یا رضا پهلوی داریم، رضا پهلوی یا رضا شاه دوم 10 سال پیش اینجوری فعال نبود، الان فعاله. چرا فعاله؟ پدر ایشون رو به ملت وقتی در رأس قدرت بودن، وقتی که به قول مخالفینش خدا رو بنده نبود، رو به ملت گفت قدرت من ناشی از قدرت شماست. و پسر ایشون شاهزاده رضا پهلوی برمیگه چی میگه؟ میگه توان من ناشی از توان شماست رو به ملت. یعنی چی؟ یعنی هرچی ملت به اون باور ملی، به اون وظیفه‌ای که به گردنشون هست. دیدید در مصاحبهش با نمیدونم شاهین نجفی بود یا با شخص دیگه ای، ایشون گفتن من متنفرم از اینی که میگن یک وظیفه تاریخی بر گردنشه. چه وظیفه‌ای به گردنشه؟
پدرشو، مادرشو، خانوادهشو، زندگیشو، همه چیشو از بین بردن مردم، بعد میگن وظیفه هم داریم ما رو نجات بدیم. این حقیقتش همینه دیگه. حالا به هر علتی ایشون داره کمک میکنه، لطف داره میکنه، ولی نه توپ و تانک و مسلسل داره، نه مثل این خانم آقایون 65 میلیون دلار فاند میگیره سالیانه از آمریکا یا هر جای دیگه. تنها چیزی که داره یک اعتبار بین المللی به واسطه رفتار و کردار و شخصیت خودش و خانواده‌اش، یعنی پدر و مادر و برادر و اینا. و دومیش پایگاه اجتماعی که ملت ایران بهش میدن. این پایگاه هر چی گسترده تر بشه، ایشون در مذاکرات، در لابی کردن، در قدم بردن، در صحبت کردن، الان به شما الان میگم من آلترناتیو جمهوری اسلامی، شبکه فاکس نیوز، اینجا یورو نیوز، مجله بیلد آلمان میاد با هم مصاحبه میکنه. آقا دمت گرم، شما رو چه حسابی آلترناتیوی؟ من چی باید بگم؟ یا باید بگم پولشو دارم میندازمشون، گروه دارم، سازمان دارم، سلاح دارم، یا بگم مردم منو اینجوری حمایت میکنن؟ یه جایگاهی دارم دیگه. هیچ کسی جایگاه ایشونو نداره، ولی ایشون جایگاهشو خدا بهش نداده که مثل خامنه ای بگه من نماینده خدا رو زمینم. جایگاهشو مردم هستن که بهش میدن، همون مردمی که جایگاه از پدرش گرفتن الان میخوان جایگاه رو بهش بدن. پس هر توان ایشون داره اینه. پس یک، جمهوری اسلامی بسیار ضعیفه. آلترناتیو شکل گرفتن یک حکومت ملی پهلوی بسیار فعال شده. چرا؟ چون مردم ایران فعال شدن. دشمنان جمهوری اسلامی فقط دشمن جمهوری اسلامی نیستن، دشمن ایران هم هستن. یعنی اگه فردا حمله نظامی کردن، اون حکومت عوض کردن، هر حکومتی گذاشتن سر کار، اون کشور احتیاج به ساخت و ساز داره. برای ساخت و ساز همون کشورهایی که حمله کردن، داغون کردن زیر ساختاشو، همونا میان همونا رو میسازن، قرارداد میبندن تا 100 سال بعد بهشون باج بدیم. ولی اگر مردم به باور، تو میگی کی میره جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی امشب آمریکا حمله کنه، مثل مدل حمله دومی که به صدام حسین سال 2002 کرد، امشب حمله کنه کارشون تمومه تا چند روز دیگه. این ساده شه دیگه. ولی من به شما میگم به این هزینه ور گرفته، من مخالف حمله نیستم، خوشم میاد هر کی تو سر جمهوری اسلامی بزنه لذت میبرم. ولی کی جمهوری اسلامی ریشه کم میشه؟ مردم به باور برسن، قدرت خودشون رو باور کنن. اگر همسایه رفت بیرون، ببین فرشاد، یه زمانی من در فضای مجازی حرف میزدم، من بودم و یه عده دیگه، شما بودی و یه عده دیگه، 1401 که رد شد دیگه، آدمایی رو میبینی که اصلا نمیشناسی، ولی میبینی داره همون حرفی رو میزنه که تو میزنی. یعنی چی؟ یعنی یه زمانی جهانفر، فرشاد، دیگری صحبت میکردن، الباقی میترسیدن صحبت بکنن. گفتم بذار ببینیم چی میشه. هزینهشو جهانفر داد، هزینهشو فرشاد داد، هزینهشو دیگری داد، دیگری داد. ولی ما ایستادیم. 1401 اتفاق افتاد که میبینی طرف آمریکا تا ژاپن میاد عین من و تو صحبت میکنه. غلط و درستش جای بحث داره، ولی همینی که اومده روی اصلی که جمهوری اسلامی روی اصل النصر رو به رعب میره جلو، یعنی با وسیله وحشت و ترسوندن پیروزی به دست میاره. موقعی اینا از ما شکست خواهند خورد که بفهمن ما دیگه از اونا نمیترسیم. ما الان در فضای مجازی از اونا نمیترسیم. بخش دیگه کار فضای حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی همسایه ما در ایران اگر رفت بیرون اعتراض کرد، ما نشینیم ببینیم آقا کی چی میشه، حالا خوب شد به نفع ما، بد شد، ما هم بریم کنارش بیستیم. یعنی فقط به من ختم نشه، به ما ختم بشه اصطلاحا. اگر در خارج از کشور آمدیم بیرون، اومدیم خواستیم حمایت کنیم از یه جریانی، اومدیم اعتصاب کنیم، بشینیم تو خیابون یه کاری کنیم، من نباید بگم من میشینم تو خیابون، حالا فرشاد رفته رفیقم کار از دست در میاره، شد ما هم میرسیم خدمتش، منم باید برم. یعنی به اون یعنی من نباید فقط ایمیل بزنم به سران کشوری که دارم زندگی میکنم، به پارلمان بگم این درخواست رو دارم به عنوان ایرانیان. فرشادم باید بزنه. پس ما ایرانی‌ها هر چه زودتر به باور ملی و اتحاد برسیم و بفهمیم فرق هست بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، ما باید انقلاب بزنیم که جمهوری هم بره، همون روز آزادی ملت ایران. و اگرم بخوام تاریخی بهت بگم، با توجه به شرایط من پیش بینیم این هست هر اتفاقی مبنی بر سقوط جمهوری اسلامی یا ماندگار شدنش بیفته،
حد اکثر در ظرف 3 سال آینده، یعنی 3 سال ریاست جمهوری ترامپ، همه چی مشخص میشه، چون ترامپ شانس دیگه ای نداره. بسیار عالی. یه سوالم بکنم به عنوان سوال آخر. من آتئیستم، خدا ناباورم و خدا رو باور ندارم و به زبانم هم نمیارم، یعنی از کلمات خدا کنه و خدا بزرگه و ایشالله و ماشالله اونو استفاده نمی کنم. اما دوستان زیادی دارم که خدا رو باور دارن و خانواده هم حتی، ولی کاری به کار اونا ندارم، اونا هم کاری به کار من ندارن. من معتقدم تا زمانی که شما خدای خودت تو ذهن خودت باشه و در قلب خودت باشه، هر چی که هست نخوای بچپونی به من کاری به کار تو ندارم، تو هم به کار من نداشته باش. ولی من یک چیز رو معتقدم که اسلام یکی از عوامل بزرگ بدبختی ما ایرانی هست. چقدر با نظر من موافقی؟ برای اینکه بگم چقدر با نظرت موافقم، الان توی اینستاگرام روی پروفایلمو میخونم، دشمن هستم و به هیچ خدایی در مذاهب اعتقاد ندارم. خرافات مذهبی و دینی و علت فلاکت ایران میدانم و ناسیونالیسم ایرانی و تنها راه نجات ایران. این باور اصلی و فکری منه. منتهای مراتب چون من کار ادعای سیاسی ندارم، ولی خواسته یا ناخواسته دارم اکت سیاسی انجام میدم، کار سیاسی انجام میدم، برنامه سیاسی، حتی طنز منم سیاسیه. پس وقتی میخوام سیاسی عمل کنم باید سیاسی فکر کنم. وقتی میخوای سیاسی فکر کنی یا خودت به یه شعور و درکی رسیدی که میتونی خط مشی سیاسی تعیین بکنی که من نرسیدم، یا اینکه تشخیص میدی چه خط مشی سیاسی میتونه مفید باشه در راستای هدف سیاسی خودت. هدف سیاسی من آزادی ایران و ایران زمین هست. به خاطر همینم همیشه گفتم من پهلوی رو برای ایران میخوام، ایران رو برای پهلوی نمیخوام. و بنابراین راه رسیدن به ایران و آزاد شدن ایران زمین، مادر همه ما، رو از طریق گفتمان پهلوی و شخص پهلوی سوم یا شاهزاده رضا پهلوی یا رضا پهلوی دنبال میکنم. حالا که دارم دنبال میکنم، این حرفی که اول برنامه در رابطه با پرچم تاجدار و بی تاج زدم، نگاه میکنم که ایشون در این زمینه‌ای که تو گفتی چه راه حل یا چه راهکاری رو پیش داده. من فراوان برنامه‌های نقد مستند و درست و روی حساب کتاب در رابطه با دین اسلام تولید کردم و بسیار برنامه داشتم که من برنامه دارم که نشستم اینجا جای اینکه تصویر شما باشه تصویر خالیه، ولی من دارم حرف میزنم با امام زمان، یعنی حتی امام زمان رو هم من به تصویر کشیدم. ولی وقتی پهلوی میگه ما به دنبال سکولاریسم هستیم و در این سکولاریسم باید بیدین و بادین و هرچی هستش در یک هدف سیاسی، یعنی چون ما ببین یه سری مشکلات کشور ما مشکلات اقتصادیه، مشکلات اجتماعیه، هیچ شاید ربطی به سیاست نداشته باشه، ولی متاسفانه راه حل سیاسیه، اونم برداشتن حکومت و انقلاب اسلامیه. وقتی ایشون به عنوان پرچمدار تغییر من قبولش دارم، نباید جلوتر از ایشون برم، نه بسیار عقب از تفکراتش باشم. وقتی صحبت از سکولاریسم میکنه و میگه زدن اسلام و پرداختن به اسلام بیشتر از اینی که کمک بکنه آرش به گفتمان ما، ضرر میزنه به گفتمان ما و باعث میشه که اون اسلامگرایی که ببین حزب اللهی یا طول ولایی اون تکلیفش مشخص، فرشاد اون اصلا نه با اینی که من به دینش بپرم یا نپرم تغییر ایجاد میشه، اون ولاییه، اون تمومه، اون خودفروخته است، اون کارش تموم، مثل سربازای قسم خورده ارتش بحث عراق میمونن، اونا تموم کارشون دیگه، هیچ راهی ندارن، یا باید بجنگن یا باید بذارن برن کنار و هیچ تغییری هم در ایدئولوژی تفکرشون اینجا. ولی ما مسلمانانی داریم حزب اللهی نیستن در ایران، مؤمنه، اصلا میترسه، درست یا غلطشو من کار ندارم، مخالف جمهوری اسلامیه، مخالف آخوند و خامنه ای یا این حرفاست. اصلا خیلی از مسلمونا مخالف جمهوری اسلامی شدن به خاطر اینکه رفتار جمهوری اسلامی اسلام رو خراب کرده، اسلام رو خراب کرده. پس من وظیفه دارم همونطوری که پهلوی میگه یه جوری رفتار کنم که اون مسلمونه از من برانداز نترسه، بلکه بدونه من آتئیست بیدین و ایمون همون چیزی رو میخوام که اون میخواد. بزرگترین خدمت رو به ما آتئیستا جمهوری اسلامی کرد، همونجوری که اگر اشتباه نکنم حالا بولش کن، میگه ما یک حکومت با آخوندا بدهکاریم، کسروی گفت،
و اون بدهیمون رو به آخوندا دادیم و راهی رو که جمهوری اسلامی پیش برد در زدن اسلام هیچ نقاد اسلامی نتونسته پیش ببره و بنابراین من دیگه به اسلام کاری ندارم. خب خیلی ممنون که با من بودی آرش عزیز. درود بر تو. الان ممنون. دیگه لایوم تموم میشه. من ازت ممنونم. وقت